سلام، من رضا هستم. یه آدم کنجکاو درباره خودم. چند وقتی متوجه شدم که یه صدایی توی سرم درست وسط لحظات خوب یهو میپرسه تو چرا خوشحالی؟ کلی چیز برای نگران بودن هست. مثلا اینکه فردا باید بری سر کار، یا اگه فردا صبح بیدار شی ولی بازم خوابت بیاد کل روزت خراب میشه. قبلا فکر میکردم که این صدا منم، اما حالا فهمیدم که نه، این صدا من نیستم. من فقط شنونده اون صدا هستم. کسی که افکار و احساساتی رو که ذهنش میسازه تجربه میکنه. این کشف برام جالب بود، اما یه سوال مهم رو هم به وجود آورد. چطور میتونم باقی مونده لحظه های خوبم رو با خیال و نگرانی خراب نکنم؟ راه حل بلند مدتش تلاش برای شناخت عالم اسرارآمیز درونه. بفهمیم کی هستیم و مهمتر از اون کی و چی نیستیم. دلیل اینکه بعضی از وقتها خودمون رو با یه سری رفتارها و عکس‌العمل‌ها متعجب میکنیم چیه؟ اینجا توی این پادکست میخوام که با من هم مسیر شی. مسیر شگفت‌انگیز شناخت درون. یه سفر پر از شروع شد. تلاشی برای آرام کردن افکار و احساساتمون. اینجا میخوایم به جای نگرانی فردا و تأسف از گذشته، از چای خوردن و نفس کشیدنمون لذت ببریم. ما دنبال روش‌های سخت و پیچیده نیستیم. ما فقط میخوایم که یک گپ دوستانه با صدای توی سرمون بزنیم. بهش بگیم که استراحت کنه، اجازه بده که ما هم زندگی رو زندگی کنیم. اگه تو هم دنبال یه جایی برای سکوت، کشف و آرامش درون میگردی، خوشحال میشم که با من هم مسیر شی.